سلام بچه‌ها، چطورین؟ به ویدیو یوتیوب من خیلی خوش اومدین. همونجور که گفته بودم تصمیم گرفتم که 6 ماه که از پیج اینستاگرام گذشت یه دونه Q&A بذارم. از شما خواستم که سوالاتون رو بپرسین تا من تمام سوالاتون رو جواب بدم. حالا سعی میکنم که واقعا بیشترش رو جواب بدم که ویدیو هم خیلی طولانی نشه. سوال اول پرسیدن که سلام، وقتتون بخیر، میشه لطفا راجع به اپلای رشته سینما کارگردانی تدوینم بگین؟ من خیلی کلا اطلاعاتم راجع به رشته هنر زیاد نیست، ولی تا جایی که میدونم فاند پیدا کردم واسه شون یه مقداری سخته. کسی رو داشتم اینجا که عکاسی و نقاشی فول فاند شده، ولی خب میگم بعد خیلی بگردین تا بتونین فاند پیدا کنین واسه شو اینجور چیزا. حالا بعدی پرسیدن که من همیشه نگرانم اونجا از پس کارا و کتابای دانشگاهی بر نیام، چقدر سخته به نظر؟ ببینید، من کلا خودم وقتی که اومدم اینجا خب سطح زبانم خوب بود، ولی به طور کلی به نظرم اینجا مقداری سبک‌تره نسبت به ایران، به خاطر اینکه فشار ذهنیش خیلی کمتره. قطعاً خب درس خوندن به زبان انگلیسی به زبان دوم سختی‌های خودشو داره، ولی به نظر من اینجوری نیست که کسی بتونه از پسش بر نیاد و به نظر من راحت تر بود به طور کلی بخوام بهتون بگم. سوال بعدی پرسیدن که برای کسی که LLM حقوق خونده در اروپا توصیه میکنین قبل از اپلای با اساتید حرف بزنید در مورد دکترا؟ من کلا در مورد هر چیزی توصیه میکنم که با اساتید صحبت بکنین. خیلی میتونن کمکتون بکنن توی راهی که حالا دارین میرین. حالا رشتهتون اصلا هر چیزی که میخواد باشه برای فاند پیدا کردن خیلی براتون راحت. حالا ایشون رشتهش حقوقه و حقوق کلا یه مقداری سخته توی آمریکا، ولی کلا واسه هر چیزی من پیشنهادم اینه که مشورتاتون رو با اساتید تا جایی که میتونیم بالا ببرید. بعدی گفته که از اینکه همسن هستیم و جاهای خوب میبینمتون واقعا کیف میکنم، کاش که ما هم بتونیم مسیر شما رو بریم. خیلی ممنونم ازتون و اینکه من واقعا امیدوارم که هر کسی که دوست داره بتونه بیاد. قطعا مسیرش مسیر راحتی نیست، ولی یه پشتکار خیلی قوی میخواد و اگه بخواین مطمئن باشین که حتما میتونین بیاین. سوال بعدی پرسیدن که اگر من و خواهر دوقلوم از دانشگاه فول فام بگیریم تو ویزا به مشکل نمیخوریم؟ ببین، یه اتفاق جالبی که افتاد که راستش واسه من خیلی عجیب بود اون زمانی که کلا خیلی ویزا و اینا خوب نمیدادن. من 2 خواهر دوقلو دیدم که حالا نمیدونم از یه دانشگاه پذیرش داشتن، فاند داشتن و ایناشون رو واقعا نمیدونم، ولی تو یه روز توی زمان خاص رفتن سفارت و ویزای درجا گرفتن. راستش ویزا کلا یه مقداری پروسه شانسیه و کسی نمیتونه راجبش نظر بده، ولی حالا این کیسی بود که من شنیده بودم و دقیقا شرایطش احتمالا مثل شما بوده. حالا بعدی پرسیدن که اپلای کردم ولی کسی تا حالا با من مصاحبه نکرده، نمیدونم چی کار کنم. ببین، ممکنه باهات مصاحبه نکنن ولی بهت فاند بدن. دانشگاه هایی که معمولا کمیته محورن شاید این کارو بکنن که مصاحبه نکنن باهات و بهت فاند بدن، ولی اگر این اتفاق برات افتاده به نظرم خیلی بلایند اپلای کردی، یعنی بدون اینکه اصلا ببینی که اون دانشگاه بهت میخوره یا نه، اصلا به استادا ایمیل زدی یا نه، و اگر ایمیل زدی ایمیل خوب زدی یا نه. یه مشکلی اینجا وجود داره که تا الان مصاحبه نگرفتی. به نظرم باید اون مشکل رو پیدا بکنی و یه جوری حلش بکنی. حالا بعدی پرسیدن مشاور ویزا برای کیسای پیچیده که تای برگشت ندارن میشناسی؟ من کلا یه مقداری با این داستان مشاوره و اینا ازشون دورم و کسی رو نمیشناسم. قطعا خیلی مؤسسه‌های مختلفی هستن که این کارا رو میکنن. از نظر من کسایی که خودشون این راه رو رفتن خیلی بهتر میتونن کمکتون بکنن تا مؤسسه هایی که صرفا دارن نظر خودشون رو میدن. برای تای برگشت من نمیدونم منظورتون از این که تای برگشت ندارن چیه. هر کس میتونه برای خودش تای برگشت بسازه. میتونه کار باشه، میتونه خانواده باشه، حتی میتونه یه دونه پت باشه. اینطوری نیست که مثلا کسی بگه من تای برگشت ندارم به نظر من. سوال بعدی پرسیدن که 9 ترم شدن توی دکترا مستقیم تاثیر منفی داره؟ هیچ تاثیر منفی نداره. اصلا فکر نکنین که اگه 9 ترمه بشین و اینا الان به مشکل میخورین، اصلا هیچ مشکلی نداره. راهتون رو برین، خیالتون راحت باشه.
سوال بعدی پرسیدن که سلام دریا جان، برای کسی که سربازی سپاه بوده راهی هست که بتونه ویزای تحصیلی برای آمریکا بگیره؟ این سوالو خیلی از من پرسیده بودن. متاسفانه سپاه توی واقعا لیست سیاه آمریکاست و من ندیدم کسی تا الان با سربازی سپاه بتونه بیاد آمریکا. اگر هم اومده شاید یه راهی بلده که من بلد نیستم، ولی من نشنیدم مثلا که کسی بتونه با سربازی سپاه اصلا از ویزای آمریکا رد بشه. خیلی ریسک ریجکتیتون بالاست، ولی نمیدونم حتی بهت بگم که ترای کن یا ترای نکن. خیلی ریسکش بالاه و احتمال بالاترش به ریجکت شدن. شاید بهتر باشه که کشورهای دیگر رو امتحان بکنی، شاید شانست توی کشورهای دیگه بیشتر باشه، تمرکزتو بذاری رونا، حداقل یه وقتی از خودت سیو میکنی برای زندگیت. سوال بعدی پرسیدن که بهترین ایالت ها از همه نظر کدومان؟ ببین خیلی بستگی به خودت داره به نظرم. همه ایالت ها یه سری خوبیا دارن یه سری بدیا دارن، ولی بستگی به این داره که تو چی دوست داری. مثلا میگم الان از نظر تقریبا 80% آدما کالیفرنیا و لس آنجلس بهترین جا برای زندگی، ولی من به شخص خودم اصلا اونجا رو دوست ندارم. میگن آب و هواش خوبه، من از آب و هواش اصلا خوشم نمیاد، من ترجیحم آب و هوای سرده. به خاطر همین ترجیح خودته، تو چی دوست داری. ولی اگه به صورت کلی بخوام بگم، اگر اینکه کامیونیتی ایرانی خیلی قوی داشته باشه واسط مهمه، قطعا سمت تگزاس و کالیفرنیا واسط خیلی بهتره. آب و هوای گرمتر میخوای قطعا باید بری سمت کالیفرنیا، سردتر میخوای باید بری سمت نیویورک و کنتیکت و بوستون و اینجور چیزا. از نظر قیمتی کالیفرنیا خیلی گرونه، نیویورک گرونه، همشون گرونن کلن، ولی خب تگزاس باز مثلا تکس نداره، بنزین ارزون ترین حالتشه. برای کار پیدا کردن بستگی به رشتت باید نگاه بکنی که مثلا رشتت توی چه جاهای قوی تره. به خاطر همین خیلی بستگی به خودتون داره، واقعا خودتون باید انتخاب بکنید. سوال بعدی گفتن که کاش چند نمونه از اسوپی که نوشتید تحلیل کنین. آره حتما یه ویدیو میسازم و یادتون میدم چجوری اسوپی نویسین و میگم که خودم چجوری اسوپی نوشتم. کلا اسوپی نوشتن یه مقداری سخته و من خودم فکر کردم خیلی مهم نیست راستش، به خاطر اینکه خب بین 1 تا 2 صفحه هستش و معمولا 2 صفحه است. یعنی من خودم 2 صفحه نوشته بودم. حالا بعضی از دانشگاه خیلی تاکید میکنن که 1 صفحه باشه که اونا رو دیگه باید خلاصه بکنیم و من فکر می‌کردم که اصلا نگاه نمی‌کنن. اینطوری بودم که چند نفر واسه دانشگاهی اپلای می‌کنن، حالا کی میاد این همه اسوپی رو بشینه بخونه، ولی نه واقعا میخونن و اصلا یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیریشون اسوپیه. باشه حتما یه ویدیو میگیرم جدا، چون الان بخوام بگم همه ویدیو میره و کامل توضیح میدم. سوال بعدی پرسیدن که به نظر شما چجوری تو آمریکا کارشناسی بخونیم که ازش کمتر باشه؟ ببینین برای کارشناسی نمیتونین فول فام بشی، من ندیدم کسی فول فام بشه راستش. حالا چرا میشه اینجا فول فام گرفت، ولی معمولا یا به خود آمریکایی‌ها میدن، به کسایی که بومی اینجا میدن، یا اینکه از کشورهای دیگه مثل هند و اینا میان و غارت میکنن و اصلا به شما نمیرسه. میتونین فقط اسکالرشیپ بگیرین که موقعی که دارین اپلای میکنین واسه دانشگاه یه سری جاهای خاص داره که میتونین واسه اسکالرشیپ های مختلف اپلای بکنین و این اسکالرشیپ ها اتفاقا مبلغش هم خوبه، یعنی کم نیست اصلا واسهتون. ولی این مدلیه که دیگه ته تهش مثلا بتونه شهریتون رو تا مقداری کاور بکنه. سوال بعدی، مجردین یا متأهل، قصد ازدواج دارین یا نه؟ خب قصد ازدواج که ندارم، مجردم هستم. سوال بعدی، کسی که مهندسی شیمی خونده میتونه ارشد مهندسی صدا بخونه؟ راستش دقیق نمیدونم مهندسی صدا چیه، فکر میکنم اونه که وابسته است به صدا سیما و اینا. اگر اون باشه توی ایران فکر نمیکنم بشه ازش مستقیم رفت، ولی مسئله اینه که وقتی که داری اپلای میکنی واسه اینجا، وقتی که با استادا و اینا مصاحبه میخوای بکنی، یعنی میخوای مثلا به استاد ایمیل بزنی و اینا، یه جوری باید بهش ثابت بکنی که من توی مثلا کارشناسی فلان کار که کردم
توی فلان رشته هم میتونم این کار رو انجام بدم. مثلا خب خیلی ها هستن که رشته هاشون رو عوض میکنن میان اینجا، مثلا از برق میره کامپیوتر، از برق میره صنایع، مثلا از صنایع میره مهندسی شیمی. این چیزا اینجا خیلی زیاده. ولی خب اینطوریه که شما وقتی که میخوایم به استاد ایمیل بزنین که حالا بتونین فاند برای خودتون جور بکنین، باید یه توانایی از خودتون نشون بدین توی اون رشته دیگه، وگرنه از یه رشته به رشته دیگه رفتن اصلا غیر ممکن نیست اینجا. سوال بعدی، رشته تحصیلیتون چیه؟ خب من مهندسی شیمی خوندم توی کارشناسی و الانم دارم مهندسی شیمی میخونم، دکترا، همین دیگه. سوال بعدی، من میترسم از سفارت رفتن، هم رشته خودتم، بعد راجع مقالم حرف بزنم و نمیتونم. چرا؟ خب نمیتونی راجع مقالت صحبت بکنی، اینو نمیپذیرم که نتونی راجع مقالت صحبت بکنی، قطعا میتونی و برای راحت تر شدن کارت هم میتونی همون ابسترکت تو خیلی خلاصه تر بگی، یا اینکه ببین خیلی راه هست که آدم بتونه فرار کنه از چیزایی که حساسه. مثلا میتونی یه جوری بگی که آقا من این کارو کردم، مثلا حالا مقالم راجع به فلان چیزه که از نرم افزارهای فلان و فلان استفاده کردم و به این نتیجه رسیدم. بگی مثلا صرفا یه درسی رو گذروندم و باید برای اون درسه مثلا این مقاله رو مینوشتم. خیلی نباید حساسشون کنی که نه من داشتم کار میکردم حالا وسط کار تصمیم گرفتم این مقاله رو بنویسم بدم به شرکت و اینا. نه، یه درسی بوده، درس نیاز به مقاله داشته، منم این مقاله رو براش نوشتم، تمام شد و رفت. خیلی ساده نگاه کنین به همه چیز. سوال بعدی پرسیدن که درود بر شما، پرسش اپلای ندارم، انجام شده، فقط خانم ارجمندی رو برای همراه شدن در زندگی مشترک میخوام. آیا شما؟ بقیه سوالشون هم نیفتاده توی باکس. اگر کسی که قصد ازدواج داره تو کامنت ها بنویسه. بعدی پرسیدن که رشته ریاضی و آمار برای مهاجرت به آمریکا خوبه، فاند داره؟ لطفاً جواب بدید. بله، کلا رشته های علوم پایه، اون زمانی که من داشتم انتخاب رشته میکردم برای دانشگاه، یادم همه به میگفتن که اگه میخوای اپلای کنی برو علوم پایه. علوم پایه خیلی راحت هم فاند میدن، هم پذیرشش راحت تره. حالا من نمیگم که اینجا اینجوریه یا نه، ولی خب هستن، یعنی کسایی که فاند گرفتن اومدن اینجا خیلی زیادن، قطعا میشه. سوال بعدی گفتن که هر کاری لازم باشه میکنم ولی بهم بگو چی جوری بیام. خب من همه این مراحلی که رفتم و هم توی اینستاگرام حالا ویدیو نکتهایی که به ذهنم میرسه رو میذارم، همین که ویدیو گرفتم 0 تا 100 اپلای گفتم دیگه. این چیزها رو دنبال کنین، این راهیه که من اومدم و جواب گرفتم و قطعا شما هم اگر تلاش بکنین میتونین بیاین، هیچ چیزی نشدنی نیست به نظر من. سوال بعدی پرسیدم مکملایی هستن که بشه اضافه کرد کیفیت کامپاند بازیافی پلی اتیلن سنگین رو نزدیک اورجینال کرد؟ سوال خیلی پلیمری و سخت و من کلا خیلی پلیمر و اینا کار نکردم، ولی حالا جوابی که میتونم بهتون بدم اینه که قطعا باید مقاومتاش و اینا رو زیاد بکنی، میتونی از آنتی اکسیدان ها استفاده بکنی، از لوبریکانت ها استفاده بکنی و این چیزا به ذهنم میرسه، نمیدونم. سوال بعدی گفتن که چرا تو انقدر کیوتی به چشم، انگار یک عمر میشناسمه. مرسی شما. سوال بعدی گفتن که زیست شناسی میخونم صرفا به خاطر اینکه مهاجرت و فاند گرفتن شاید تر، به نظرت کار درستیه؟ تو ایران بازار کار نداره. ولی کلا گفتم علوم پایه خوبه واسه مهاجرت کردن، چیزی که من دیدم و کلا دیدم که مقاله‌اش و اینا هم خیلی راحت سایتیشن میخوره و این خیلی نکته واقعا حائز اهمیتیه اینجا. ببین اینکه من بگم کارت درسته یا نه رو خودت باید بدونی. یه موقع مثلا شاید نتونی اپلای بکنی، نتونی بری بمونی داخل ایران و خودت میگی بازار کارش خوب نیست، من نمیدونم. ولی اگر برای مهاجرت کردن میخوای رشته خوبیه. سوال بعدی گفتن که موهات خیلی بهتر شده، وزه اونجوری نداره دیگه. عالی. با این داستان موهای من، بابا من به خدا موهام هم فره هم پره یعنی خیلی دیل کردم باش خیلی سخته
و مثلا حتی یه سریا به من دایرکت داده بودن که تو اون دهاتی که تو هستی شونه نیست موهاتو شونه بکنی. نه من اصلا واقعا نمیتونم موهامو شونه بکنم، فقط تو همون موهامو شونه میکنم دیگه. منو اینطوری بپذیرین دیگه. من واقعا سعی میکنم که موهام همیشه مرتب باشه، ولی حالتش اینجوریه و چون خیلی پره از دسترس من واقعا خارجه، خیلی زورم بهش نمیرسه. همینطوری من تحمل کنین. که برای کسی که ترم 5 کارشناسی رو میخواد برای ارشد اقدام کنه برای مهاجرت، از کی باید کاراشو شروع کنه به غیر از زبان؟ خب ببین من تمام این مراحل رو گفتم قبلا، یعنی ویدیوهای قبلی رو نگاه کنی من کاملا این مراحل رو توضیح دادم و گفتم که مرحله چی کار باید بکنیم. سوال بعدی گفتن که لپتاپت مدلش چیه؟ خیلی خوشگله. اینم من خیلی گرفته بودم که استوریامو همه ریپلای میکردن که مدل لپتاپت چیه. بچه لپتاپم اپل M2 فکر میکنم، دقیق مدلش و اینا رو نمیدونم، حالا اینجا براتون مینویسم، نمیدونم واقعا باید برم نگاه کنم. سوال بعدی گفتن که با گپ تحصیلی 13 سال امکان پذیر هست؟ من دیدم که با گپ های تحصیلی خیلی زیاد اومدن اینجا، ولی خب قطعا کارتون خیلی سخت‌تر از کساییه که مثلا هم سن و سال منن و مستقیم دارن میان اینجا. هم برای پذیرش گرفتن، حتی برای پذیرش گرفتن واقعا خیلی کاری ندارن، اگر خوب باشین خیلی کاری به این موارد ندارن. بیشتر برای سفارت که مثلا چرا با این گپ تحصیلی الان شما تازه یادت افتاده که مثلا بیای و تحصیل بکنی، باید اینو بتونین ثابت بکنین. اینجا هم زیاد هست آدمایی که با گپ‌های تحصیلی خیلی زیاد اومدن. سوال بعدی پرسیدن علاوه بر وست چه سایت‌های ارزیابی مدارکی رو پیشنهاد میدید؟ دانشگاه مد نظرم فقط نوشته NACS باشه. من غیر از وست جای دیگر رو نمیشناسم، چون خودم اصلا ارزیابی مدارک نکردم. یعنی من وستم از بچه‌ها شنیده بودم و اینا، حالا چون که خیلی سایت معروفیه نمیشناسم راستش، ولی الان بعدش میرم چک میکنم اینجا براتون مینویسم اگه چیزای دیگه ای بود. سوال بعدی پرسیدن که من علاقه‌مندم که دکترامو در آمریکا بخونم، در ایران در شرکت خصوصی کار میکنم و درآمد به نسبت خوبی دارم، 5 میلیون در ماه. سوالشون ادامه نداره، نمیدونم دقیقا سوالشون چیه. متوجه سوالتون نشدم راستش. اگر اینو ببینین توی کامنت ها بنویسین، بعدش ببینم حتما جوابتون میدم. حالا بعدی پرسیدم منم مهندسی شیمی میخونم، خواستم بدونم واسه اپلای حداقل معدل و مدرک زبان و اونجا درس خوندن چقدر سخته. ببین این چیزایی که پرسیدی بستگی به دانشگاه داره. من دانشگاه اپلای کردم که مدرک زبان نمره حداقل مثلا 79 میخواسته، 79 تافل میخواسته، اپلای هم کردم 100 میخواسته. بستگی به دانشگاه داره واقعا. و برای معدلم معمولا 3.5 GPA. دانشگاهایی که سخت‌تر باشن 3.5، ولی اکثر دانشگاه 3. کلا باید ببینی که دانشگاه ریکوایرمنتاش چیه. سوال بعدی گفتن که یه بار گفتیم برادرتون 2 ماه بعد از خودتون وارد آمریکا شد، تو سفارت گیر نمیدن، یعنی اینکه باید چجوری دفاع کرد؟ خب موقعی که من رفتم سفارت برادرم هنوز نرفته بود و برادرم که بعد از من رفت سفارت من تو کلیرنس بودم. به خاطر همین کلا اصلا به هم دیگه نخوردیم که بخوایم چیزی رو اثبات بکنیم که بخواد سخت باشه و اینجور چیزا، و ایالتامون هم جدا بود. و گفتم یه ویدیویی توی اینستاگرام گذاشتم که اگر فامیل درجه 1 و اینا دارین چی کار بکنین توی سفارت و چیا بگین، چون من خودم خالم آمریکا بود وقتی که رفتم سفارت. سوال بعدی گفتن که سلام دخترم، میدونم جواب نمیدین ولی باز پیام دادم پیجی بذارین که مشاوره بدین. بچه من واقعا دوست دارم که مثلا کمک و اینا بکنم، ولی یه مقدار وقتشو الان ندارم که دوست دارم بشینم تک به تک صحبت کنم باهاتون، بتونم کمکتون کنم. خیلی وقتم الان محدوده و واقعا نمیدونم چی جوری اینو میتونم مدیریت بکنم که بتونم مشاوره رو این وسط بذارم. در اولین فرصتی که یه مقداری سرم خلوت بشه حتما این کار میکنم که مشاوره داشته باشم باهاتون. سوال بعدی پرسیدن در مورد دانشگاه و اپلای بیشتر بگیم و اینکه در مورد دانشگاه خودتون بگیم. در مورد دانشگاه اپلای که هم حالا یوتیوب رو شروع کردم و دارم به صورت کلی تر توضیح میدم، هم داخل پیج اینستاگرامم حالا
هر نکته‌ای که به ذهنم میرسه رو میذارم. در مورد دانشگاه خودم هم که قرار شد یه ولاگ بگیرم، کلا دانشگاه رو نشونتون بدم، تو اون ولاگ حالا صحبتام میکنم دیگه. فکر می‌کنم اینطوری خیلی کامل‌تر و بهتر باشه تا اینکه الان بخوام خلاصه‌ای بگم براتون. سوال بعدی نوشته هماتولوژی یا پی اچ دی ایمونولوژی فول فاند دارن؟ فکر میکنم دارن، چون یکی از دوستام ایمونولوژی میخوند، من داشتم نگاه میکردم دیدم که فول فاند دارن. دانشگاه ما فکر نمیکنم داشته باشه که به چشمم خورده باشه، ولی قبلا دیدم دانشگاهی که فول فاند دارن. کلا رشته ها اکثرا فول فاند دارن، یعنی نگران این موضوع فانده نباشین. حتی رشته های هنری، من میگم بعضی از رشته ها سخت تره. مثلا پزشکی واقعا 99% میگم نداره، 1% رو میذارم سر این که من ندیده باشم، ولی بقیه رشته ها اکثرا دارن. سوال بعدی نوشته با اینکه مدرک زبان داری درس‌ها سخت نیستن به انگلیسی، چجوری میخونی؟ من استرس نمی‌دارمش. توضیح دادم بچه‌ها. اولا که مدرک زبان داشتن خیلی مهم نیست، این که شما زبان بلد باشید خیلی مهم‌تره. چون مثلا بعضیا فکر میکنن که خب الان من مثلا برم تافل فلان بگیرم خیلی زبانم خوبه. به نظر من واقعا اینطوری نیست، به خاطر اینکه تافل آیلتس و اینا صرفا تکنیک امتحان دادنه. شما باید زبانتون خوب باشه تا این درس‌ها به نسبت واسهتون راحت تر باشه. واسه من زیاد سخت نبود و چیزی که از بچهای دیگه هم شنیدم فکر میکنم از ایران راحت تره. یعنی اونطوری نیست که شما نفهمین و اینجور چیزا. نمیدونم، واقعا بستگی به خودتون داره، بستگی به سطح توانایی خودتون داره. سطحی که وقت میذارین قطعا باید بیشتر از ایران وقت بذارین. خب به یه زبان دومه، ولی سخت و نشدنی نیست واقعا. سوال بعدی پرسیدن در اگه فاند بگیریم بازم باید تمکن مالی ارائه بدیم؟ نه، شما وقتی که فول فاند هستین تمکن مالی ازتون نمیخوان. اما 2 شرایط به وجود اومده بود که من دیدم که بعضیا تمکن مالی میخواستن. یادم یه بار یه نفر رفته بود سفارت و آفیسر ازش پرسیده بود که خب اگر فاندت قطع بشه چجوری میخوای خودتو ساپورت بکنی؟ و خب اینجا شما میتونین به حرف بگین، میتونین مدرک نشون بدین. من به شخص با اینکه خودم فول فاند بودم با خودم تمکن مالی بردم یه مقداری، نه خیلی زیادا، مثلا راستش یادم نمیاد اصلا چقدر بود، ولی یه مقدار خیلی کمی، حتی مثلا از هزینه دانشگاه اینا خیلی پایین تر بود، ولی یه مقدار خیلی کمی در حد مثلا چند هزار تایی که اوکی من از گرسنگی نمیمیرم تو آمریکا، انقدر با خودم بردم ولی نشون ندادم، صرفا مثلا میخواستم که یه بکاپی داشته باشم، ولی به صورت کلی برای فول فاند تمکن مالی نمیگیرم. نفر بعدی نوشتن سلام دختری علامت سوال. آره دیگه دخترم دیگه از من دخترتر واقعا. سوال بعدی همون شخص گفتن شوهر داری؟ نه ندارم. سوال بعدی گفتن که خودت چطور رفتی، کجایی هستی، در ضمن موهات عالیه. مرسی که موهای منو دوست داری واقعا. من که توضیح دادم تمام مراحل رفتنمو و واقعا چیز اضافه‌ای ندارم که به اون اضافه بکنم. اینکه کجایی هستم، من متولد استان مرکزی شهر عراقم و کلا بزرگ شده اونجام. برای دانشگاه هم رفتم تهران و بعدش اومدم آمریکا. بعدی پرسیدن که سلام، برای رشته موسیقی در مقطع کارشناسی بورسیه و فول فاند وجود داره؟ ببین تو هم رشتت خیلی رشته کمیابیه، هم اینکه میخوای کارشناسی بخونی قطعا بورسیه هست، من نمیگم بورسیه نیست. فول فاند رو شک دارم، نمیدونم راستش، فکر نمی کنم، ولی قطعا بورسیه پیدا میکنی. سوال بعدی گفتن اگر بخوام فاند بگیرم برای ارشد ولی مثلا 2 سال گپ تحصیلی داشته باشی مشکل پیش میاد؟ برای فاند گرفتن نه بچه‌ها، گپ تحصیلی معمولا فقط توی سفارت براتون مشکل به وجود میاره، مگر رشته های خاص مثل پزشکی که بعضیاشون مثلا یه رد سنی خاصی رو فقط قبول میکنن، ولی گپ تحصیلی 2 سال که خیلی کمه. یعنی 2 سال اصلا من ندیدم تا رو برای 2 سال اصلا گپ تحصیلی به حساب نمیاد. نگران 2 سال نباش، ولی کلا گپ تحصیلی بیشتر برای ویزا مهم. حالا بعدی گفتن که من چند جا پرسیدم گفتم برای روانشناسی فول فاند خیلی سخت میدن، درسته؟ معذرت رشته‌مو عوض کنم؟ چرا باید رشته‌تو عوض کنی؟ و اینکه روانشناسی بسیار رشته خوبیه واسه مهاجرت کردن و اگر خب سوادشو داری و کارشناسی تو خوب خوندی، من شنیدم که بعضی جاها مصاحبه دارن
و خب روانشناسی رشته‌ایه که توش رقابت خیلی زیاده، ولی چرا باید رشته عوض کنی وقتی دوستش داری؟ قطعا میتونی وقتی خیلیاتون هستن. سوال بعدی گفتم تمکن مالی چجوریه؟ چند تا حساب مختلف باشن جمع میشه، حساب ارزی باز کنیم که دلار بریزیم پول بی ارزش نشه، منطقیه. تمکن مالی، حالا من چون خودم نگرفتم خیلی اطلاعاتی راجبش ندارم، ولی حالا چیزی که میدونم اینه که چند تا حساب جمع بشه که شما میری یه بانک، بعد از اون بانک میخوای که یه برگه تمکن مالی بهت بده. همه بانک ها هم دارن. بعد حالا به قیمت دلاری که حالا خودشون در نظر میگیرن، بچه اینم بگم قیمت هایی که اون در نظر میگیرن متفاوته. یه قیمتی در نظر میگیرن بر اساس مقدار پولی که توی حساب شما هست، یه مقداری مثلا به دلار اون پایینه میزنن، یه برگه هم بیشتر، ورق بیشتر نیست. اما اینکه از چند تا حساب مختلف باشه، ببین جمع شدنش اوکیه، ولی خب انگار خیلی پخشه. یعنی هرچی که شما مقدار مدارکی که میدین دست اون آفیسر مرتب‌تر و کمتر باشه بهتره. پس سعی کنین همه رو بریزین توی حساب، این خیلی واسهتون بهتر میشه. حساب ارزی اینا من هیچ اطلاعاتی راستش راجبش ندارم، به خاطر این نظری نمیدم. فکر می‌کنم که توی گوگل و اینا سرچ کنین بتونین یه سری چیزای خوب پیدا بکنین. که برای همسر و F2 که بخواد همراه هم بیاد تمکن 2 تا حساب باشه، یکی شیر اکانت دلاری و اون یکی باید به اسم خودش باشه یا من. ببین اصلا شما یه اسم اون وسط اسپانسر باشه کافیه. وقتی که به شما I20 میدن، توی اون یه مقداری پولی رو واسه F2 شما هم حساب کردن و اون پایینه نوشتن. چیزی که من توی I20 بچه هایی که همراه همسرشون اومده بودن دیدم اینطوری بود. و اون مقدار هزینه به صورت کلی اصلا توی حساب باشه، حالا به نام هر کی میخواد باشه، اصلا به نام پدر، مادر، به نام خودتون، فرقی نمیکنه که حالا یه چیزی به اسم اون باشه، چیزی به اسم شما باشه، جدا باشه، نه یه مبلغ کلیه معمولا. سوال بعدی پرسیدن نظر درباره پستاک چیه؟ اگر دکترا دارین که بخونین پستاک بخونین. پستاک اینجا یه ذره حالت کاری داره و حتی نوع ویزاش هم متفاوته، چون که شما کارشناسی و ارشد و دکترا ویزای F میگیرین، برای پستاک ویزای J میگیرین. به نظرم بد نیست. من حالا خودم نمیدونم میخونم در آینده یا نه، بستگی داره که این چند سال دکترا چقدر فشار بیاره. سوال بعدی پرسیدن نمیدونم ادامه تحصیل یا کار، ایران یا خارج؟ اگر خارج نمیدونم از کجا شروع کنم، خسته و سردرگمم. من واقعا کسی نیستم که بتونه اینو به شما کمک بکنه. شما خودتونین که میتونین تصمیم بگیرین وابسته به شرایطی که الان داخل ایران دارین. اگر از وضعیت خودتون راضین، از وضعیت کار توی ایران راضین، خب چرا باید یه دلتنگی وحشتناکی رو توی خارج تحمل بکنین؟ و اگر تحصیل دوست دارین، خب میتونین به جاهای دیگه فکر بکنین، کشورهای دیگه رو امتحان بکنین. از نظر شخص من مهاجرت یه تجربه است و شما میتونین امتحانش بکنین و چند سال بیاین کشورهای دیگه رو امتحان بکنین و اگر دوست نداشتین برگردین به کشور خودتون. سوال بعدی پرسیدن که واسه مستر حسابداری آزمون جیاری باید بدیم یا جیمت؟ ببین بستگی به دانشگاه داره. واقعا ممکنه یه دانشگاه جیمت بخواد، یه دانشگاه جیاری بخواد، یه دانشگاه هیچ کدوم نخواد. باید ببینید اون ریکوایرمنت دانشگاه چیه. واقعا یه چیز ثابت نیست. سوال بعدی پرسیدم متولد چه سالی هستی و از چند سالگی رفتی آمریکا؟ من متولد اسفند 1378 مارچ 2000م. از چند سالگی رفتم آمریکا؟ از 23 سالگی اومدم آمریکا، یعنی از پارسال تابستون مرداد اومدم آمریکا، یعنی تقریبا 1.5 سال کردم آمریکا. بعدی نوشتن یکم از نمرات رزومتون بفرمایید که بدونیم چطوری موفق شدین دکتر مستقیم بگیرین. آره من نگاه کردم، نه من هیچی راجع به خودم نگفتم، یعنی این بده که یکم راجع به خودم نگفتم و اینا. من جی پی ای هم 3.63 بود از 4 و داخل رزومم چند تا تی ای داشتم و کارآموزیمو توی شرکت انستیتو پاستور ایران رفته بودم
و پروژه درسی خیلی انجام داده بودم و اینکه نرم افزارهای مختلفی بلد بودم، نرم افزارهای مخصوص رشته خودم و چیزای جانبی هم زیاد بود. کلا فعالیت‌های والنتریم خیلی زیاد بود. توی دانشگاه عضو دفتر توسعه پایدار بودم. بعد اینکه کلا توی کارهای شورای صنفی و انجمن علمی و اینا خیلی کارهای مختلف والنتری انجام داده بودم. و برای زبان‌های مختلفم انگلیسی، فارسی، یه مقداری عربی و اسپانیایی و اون موقع کره‌ای هم شروع کرده بودم و جزء رزومم نوشته بودم. فعالیت‌های ورزشی هم داشتم. همینا دیگه فکر می‌کنم چیز خاص دیگه‌ای واقعا نداشتم. سوال بعدی پرسیدن که گرفتن پذیرش از دانشگاه هاروارد برای دکترا و فرصت مطالعاتی خیلی سخته. قطعا وقتی اسم دانشگاه هاروارد میاد خیلی سخته دیگه. خیلی ها هستن که دارن براش تلاش میکنن، ولی خب شما اگه رزومتون خوب باشه چرا که نه؟ چرا نباید بتونین؟ اگر توی خودتون میبینین، توی رزومتون میبینین، قطعا براش تلاش کنین، ولی از نظر سختی خب هاروارد قطعا سخته. سوال آخر نوشتن میدونی من تنها ترسم از اپلای آمریکا قسمت مصاحبه است. حس میکنم قرار سوال سخت و مسائل پیچیده علمی بپرسن. من راجع به مصاحبه بچه‌ها یه ویدیو کامل ساختم. یعنی اصلا همین سوال شما هم تو اون ویدیو جواب دادم و به نظرم برین اون ویدیو رو نگاه بکنین خیلی بهتره تا اینکه من دوباره بخوام همه رو توضیح بدم. این از سوالاتون من سعی کردم که واقعا بیشتر سوالا رو بهتون جواب بدم. اگر سوال رو جواب ندادم سوال تکراری بوده و اگر داخل پیجم یا داخل یوتیوب برین قطعا جوابش رو پیدا میکنین. مرسی که ویدیو منو نگاه کردین. اگر سوال دیگه ای داشتین توی کامنت ها برام بنویسین، سعی میکنم که همه سوالا رو جواب بدم و خیلی متشکرم ازتون. کلی موفق باشین. دوستتون دارم. فعلا خدافظ.